آیا می‌دانستید جنگ جهانی دوم بزرگترین و پرتلفاترین جنگ در تاریخ بشر با بیش از 50 تا 85 میلیون کشته بود؟ جنگ جهانی دوم رسما در 1 سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان آغاز شد. تقریبا تمام کشورهای بزرگ جهان به نوعی در این جنگ درگیر بودند که به دو جبهه اصلی متفقین و متحدین تقسیم می‌شدند. متفقین شامل کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، شوروی و چین بودند، در حالی متحدین شامل آلمان، ایتالیا و ژاپن بودند. بزرگترین حمله نظامی در تاریخ با نام عملیات بارباروسا توسط آلمان نازی در سال 1941 به شوروی آغاز شد. نبرد استالینگراد یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ بود که بین آلمان و شوروی در سالهای 1942 و 1943 رخ داد. این نبرد نقطه عطفی در جبهه شرقی جنگ بود. ایالات متحده در سال 1945 دو بمب اتمی بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انداخت. این اقدام منجر به تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم شد. هولوکاست یک نسل‌کشی بزرگ بود که توسط آلمان نازی علیه یهودیان، کلیها، همجنسگرایان و دیگر گروه‌های اقلیت انجام شد و میلیون‌ها نفر در آن جان باختند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد در سال 1945 به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از تکرار جنگ‌های جهانی تشکیل شد.